گفتن که حقوق کمتر از 10 میلیون زیر خط فقره. اینا در چه دهکی قرار میگیرن؟ حقوق کمتر از 10 میلیون زیر خط فقر نیستش. خط فقر کجاست بالاخره؟ ببینید نگاه کنید، یک مسئله من توضیح بدم. متاسفانه نهادهای مختلفی شروع کردن عددهایی رو حالا بعضا به انگیزهای مختلف برای خط فقر مطرح کردن. خب یکی از عددهایی که مطرح شد عدد 10 میلیون تومان بود، خب که مبنای علمی و کارشناسی هم ندارد و همونطوری که میدید با این 10 میلیون تومان فکر کنم تقریبا 90% ایرانی‌ها میان زیر خط فقر. خب نیستن مگه؟ نه. خب خط فقر رو ببینید، من یه توضیح مختصری بدم که مبناش چی هستش. ببینید خط فقر بر مبنای حداقل کالری مورد نیاز افراد در ماه بر اساس یک استاندارد بین المللی تعریف می شود، خب که 2100 کیلوکالری هستش برای هر فرد. 2100 کالری یک کیلوکالری برای هر فرد. کالری. خب 2100 کیلو کالری میشه که 2100 هزار کالری. بله 2100 کیلوکالری. خب 2100 کالری ها، ولی خب باشه. شاید من اشتباه میکنم. خب بذارید 2100 تا حذف فکر کیلوکالری. یعنی اگه یک نفر 2100 کالری که به قول شما کیلوکالری مصرف بکنه این زیر خط فقر نیست. بله این این خط فقر خوراکی هستش. خب خط فقر خوراکی که طبیعتا هر فردی هزینه‌های غیر خوراکی هم دارد که با یک ضریبی این هزینه خط فقر خوراکی تعمیم داده میشه به بقیه هزینه‌ها و بر این مبنا اون خط فقری که میگیم بر اساس استانداردهای بین‌المللی اون حداقل باید برای افراد تعمیم بشود به دست میاد. با اینجوری که 2100 رو میشه با سیب زمینی پر کرد. یعنی کالری هم زیاد داره از غذا. یعنی تقسیم نشده که این آدم آیا گوشت قرمز میتونه مصرف کنه، میتونه اینا رو مصرف. اون سبد بین‌المللی که عرض کردم استاندارد بین‌المللی این 2100 تا چیزشه، عدد سرجمش هستش و اینا مشخصه چقدر پروتئین، چقدر میوه، چقدر برنج، چقدر گوشت، همه اقسامش مختلفه، اقسام مختلفی مشخص شده. الان شما یک ایرانی چقدر باید هزینه کنه که اینقدر بتونه غذا بخوره؟ اگر کل خط فقر رو اگر اشتباه نکنم برای یک خانوار 4 نفره هول و هوش 4 خورده ای میشد اگر اشتباه نکنم. برای فقط غذاشون؟ نه برای کل هزینه‌اش 4 خورده ای به صورت یعنی میانگین در کشور. 4 خورده ای غذامون رو میخوریم 4 نفری به صورت میانگین برای کل کشور دارم عرض میکنم. ما شما اگر نقاط شهری و تو تهران تو ذهنتون بیاد فکر میکنید این عدد کمه. تهران عدد بیشتره. ببین تهران رو بگی چون تهران 20 ما باید غذا بخوریم، لباس داشته باشیم، هزینه‌های حمل و نقل داریم، آموزش داریم، ارتباطات داریم، تلفن داریم، اجاره خونه داریم، همه اینا رو بدیم 4 نفری چقدر؟ عرض کردم این میانگین کل کشور هستش. عدد تهرانش یه مقدار بیشتر میشد، فکر کنم 4.5 الی 5. حضور ذهن ندارم عدد دقیقش رو. یعنی با 5 میلیون تومان 4 نفر میتونن غذا. خط فقر رو داریم در مورد خط فقر صحبت میکنیم. خب ممکنه استاندارد نرمالی تو ذهن شما باشد. خب اون استاندارد نرمال الان صحبت نمی‌کنیم، ما داریم در رابطه با یک خط فقر، یک استاندارد بین‌المللی برای حداقل معیشت هست صحبت می‌کنیم. خب این استاندارد من تعریف نکردم طبیعتاً. خب یعنی این آدمه بتونه مثلا دندونشو بره درست کنه یا نه این دیگه جزء کارای لوکسشه؟ این آدمه بتونه مثلا بچه‌شو مدرسه بنویسه، براش دفتر و کاغذ و اینا بخره، بله. بعد بتونه مثلا تلفن بزنه این ور اون ور، اینا جزء بشه یا نه نیست؟ به صورت حداقلی دیگه. ببینید مثلا فرض اینه که خب مدرسه دولتی است. خب ولی مثلا حداقل خوراکی، حداقلی از پوشاک، مسکن کوچولو خب بتونه اجاره بکنه. خب اینا تو محاسبات در این مطرح میشه. در دیگه کوچولوترین مسکن الان تو تهران چقدره مثلا اجارهش؟ خیلی عدد 5 تومن. شما دیگه خیلی خیلی کم بخوای بدی چقدر باید بدی اجاره مسکن؟ کی بسیده داره کجای تهران اصلا ته تهران فکر کن ارزو ته تهران میگه که با عددهای خیلی کم میشه. خیلی میگم عرض دارم میکنم نکتهش اینه که نرمال زندگی برای 4 نفر چند متر حساب کردن؟ تو ذهنم نیستش الان که چند متر ملک کرده.